بچه‌ها، حالتون چطوره؟ بالاخره من اولین ویدیو یوتیوبمو گرفتم با سوگند دوست صمیمی. سلام، سوگندم دوست صمیمی هلن. تموم شد. خیلی تاثیرگذار. بابا نیست اما مای پاپا هست. پاپا you are the best. حتما باید ذکر بشه اسم بابا تو هر ویدیویی. بچه ما امروز قراره با هم دیگه یه بازی بازی که نمیشه گفت دیگه، نظرسنجی آره، بین دو تا اسم قرار انتخاب بکنیم. سوگن برای خودش، من برای خودم. من کدومو ترجیح میدم، سوگن کدومو ترجیح میده. حالا من داخل لپتاپ، بعد اینا رو ما هیچ کدومو ندیدیم از قبل، یعنی لحظه ای قراره کردن برامون ریاکشن بدیم. آقای جهرومی. اوه ریلی. خب بچه بذاریم من باز کنم. اول از ایرانیا شروع کنیم. ایرانی. بریم. رامبد جوان یا مهران مدیری؟ تو بگو اول. مهران مدیری 100%. رامبد جوان و مهران مدیری دوتاشون هم از همکارای خوبه بابان، دوتاشون هم اجراهاشون خوبه، سبکاشون فرق میکنه، اما من مهران مدیری. رضا گلزار یا بهرام رادان؟ دوتاشون هم از خوش استایل و خوش قیافن. با احترام به همه سلایق آقای بهرام رادان. من احترام فامیلی رو نگه میدارم. رضا گلزار عزیز و بهرام رادان که عشق منه. امیر تتلو یا ساسیمانگ؟ فکر کنم خیلی واضحه. نه؟ واضحه. امیر تتلو 100%. گلشیفته فرهانی یا نیکی یا نیکی کریمی؟ سخت شد. نه اصلا جفتشون خیلی دوست دارم. ببین گلشیفته به نظر من توی دیگه خب 100%، ولی جفتشون واقعا زیبا و همه چی تماما به نظرم، ولی آره گلشیفته پیمان معادی یا شهاب حسینی؟ وای این خیلی سخته. خیلی واقعا نمیتونم اصلا. من یکیشو میگم تو اون یکیو بگو، چون واقعا جفتشون خوبه. نه ببین آخه شهاب حسینی، ببین من میدونی یه سری فیلماشون داره میاد تو ذهنم، بعد من فیلمای پیمان معادی رو خیلی دوست دارم. آقا منم دوست دارم، خیلی دوست دارم، اما تو فکر کن شهرزادو بذار کنار پوستشی، تو چیزو بذار متری شیشانی. من متری شیشانی من واقعا دوست دارم. مؤمنه جون از پشت ما یادمون پشت صحنه رو معرفی کنی. مؤمنه سلام کنی. سلام بچه‌ها. خب خیلی نظرها متفاوته و اینکه گفتنی ها رو گفتید، اثرهای هنری جفتشون خیلی خفنه و اینکه دو تا کاراکتر متفاوت داره، ولی من با احترام چون شهرزاد رو بسیار دوست دارم شهاب حسینی. پرسپولیس یا استقلال؟ من میگم بیا اینو همزمان با هم جواب بدیم. 3 2 1 پرسپولیس. تمام پرسپولیس به فینال رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا صعود میکنه. من چقدر بامزه. God, strong strength. میدونم که من الان دیگه دارم تکرار نشدنیم. زیادم، من دیگه برای اینجا الان زیادم، یعنی کمم یا زیادم؟ نه زیادم. خب بریم بعدی. اینو بیا بیرون اول به نظرم زوم کردی.
بچه‌ها به نظرم تا بریم سوال بعدی، من یه سوال خیلی چالش برانگیز ازتون دارم و اینکه دوست دارم که هم نقدش کنید، خیلی کوتاه البته، و اینکه نظرتون رو بگید. به نظرتون عشق ابدی یا زن روز؟ What the hell؟ ببین من میگم بعد شما بگو. من زن روز رو به شخصه خودم دنبال نمیکنم، اما مامان خیلی میبینم دنبالش میکنه و اینکه خیلی هم جدی، یعنی مثلا یه شب نبینه نمیشه. خیلی به نظر من چیزای مختلف یاد میده و واقعا سبک و استایل و به نظر من چیزیه که آدم واقعا یاد میگیره ازش. عشق ابدی هم خب ببینیم بچه‌ها، به نظر من از یک دیدگاه نباید نگاه کنی، از یه دیدگاه دیگه که نگاه کنی یه جور شخصیت شناسی و روان شناسی و تو کاراکتر آدمای مختلف رو میتونی توی جمع توی یه دوره همی ببینی. حال در کل نمیدونم واقعا. من به نظرم زن روز، ولی به خاطر اینکه آموزنده است، واقعا یاد میگیری. حالا نمیگم 100% آموزنده است، ولی خب قطعا از عشق ابدی خیلی آموزنده تره. بچه اینجا هلن رفت کارهای سورپرایز تولد سوگند رو انجام بده، وسط ویدیو یوتیوب سورپرایزش کنه. کجا رفت؟ وسط ویدیو داری؟ عجیبه این آدم رو نمیشه. تو نیستی. خب سوگند سوالایی که حالا فعلا روی صفحه برات شو میشه لطفاً خودت به شخصه یه دوتاشو خودت جواب بده. خب نوشته که یوتیوب یا تیک تاک. از نظر من یوتیوب قطعا. فقط که هلن جون وسط ویدیو میره عجیبه واقعا. حالا اشکال نداره دیگه، چیکار میشه کرد. هلن جون مبینا تو کجا رفتی؟ اینجا. بفهم. خب چی بود سوالی که پرسیدی؟ پرسیدم که یوتیوب یا تیک تاک. نظر شما چیه؟ من خب با اینستاگرام بیشتر چه ربطی داره؟ دوست دارم، به خاطر اینکه اینستاگرام خیلی فضاش خوبه. فکر نکنم خیلی فعالیتی تو اینستاگرام شما داشته باش. من که هم با شماست. من ندیدم فعالیت خاصی ازت. ولی بخوام کلی بگم با اینستاگرام از نظر نه که بخوام شخصی خودم فعالیت بکنم، ولی که بخوام چیزی ازش یاد بگیرم، دریافتی بکنم، اینستاگرام بیشتر چیزی دریافت میکنم تا تیک تاک. بیشتر حالت همون ریلزای اینستاگرام رو یه جور دیگه بشه. یه حرف بعدی اومد تو ذهنم بگم ولی نمیگم. چی؟ یه حرف بعد اومد تو ذهنم بگم ولی نمیگم. اگه به نفعت نه یکم افت کلام. چون نمیاد. خب بچه ها ببخشید من رفتم یه دقیقه سرویس. خب آقا سامسونگ یا اپل؟ اپل. ببخشید مسی یا رونالدو؟ نشستم به در نگاه میکنم، دریچه آه میکشد. تو از کدام راه میرسی؟ بیلی آیلیش یا تیلور سویفت؟ من بیلی آیلیش واقعا. من تیلور سویفت. واقعا؟ اصلا از بچگی عاشقش بودم. حالا من اصلا تیلور سویفت رو دوست نداشتم. اصلا من بیلی آیلیش رو یه جور دیگه دوست دارم. مثلا انگار صداش از بهشت اومد. آره صداش واقعا خفنه، ولی تیلور سویفت حالت نوستالژی طور مثلا برای من داره. کوچولو بودم آهنگاشو گوش میدادم. شهاب مظفری یا بابک جهانبخش؟ شهاب مظفری کی بود؟ بابا خواننده. اوکی بابک جهانبخش. با احترام به جفتشون من خیلی سبکاشون رو دوست ندارم، ولی بابک جهانبخش دیگه فکر کنم آهنگای قشنگ داره. ببین من
شهاب مظفری خب من قبلا آهنگاشون رو بیشتر گوش میدادم، نمیدونم شاید فعالیتشون کمتر شده یا نه. اون موقع ها من آهنگای شهاب مظفری رو خیلی دوست داشتم. آره یکی دوتا آهنگ داد که خیلی یهو آره. ترکید. اما بابک جهانبخش هم خوبه، نمیدونم زیاد فرقی برام نداره. آره منم اینطوریم که مهناز افشار یا ترانه علی دوستی. من سر این قضیه یکم چیزم مثلا تعصبیم و مهناز افشار کراشم بوده همیشه و مهناز افشار 100%. ترانه علی دوستی به نظر من ترانه علی دوستی واقعا نیازی نیستش. واقعا خفنه. آره اصلا ما در حدی نیستیم بخوایم ترانه علی دوستی رو تایید کنیم یا تکذیب کنیم. دقیقاً. نوید محمدزاده یا امیر جدیدی؟ نوید محمدزاده. با اینکه ببین امیر جدیدی خیلی شخصیت کاریزماتیک و جذابی داره ها. خیلی. ولی خب نوید محمدزاده، نوید جان محمدزاده یکم کاریزماتیک تره یکم. آره اینو بذار من بگم. اکو پایین تر بود فکر کنم.